بلدین چجوری به انگلیسی بپرسین ساعت چنده؟ اگه به حالت اینفورمال یا همون غیر رسمی و روزمره بخواید این سوال رو بپرسید میتونید بگید What time is it؟ توی این حالت ممکنه What's the time هم بشنوید که خیلی رایج نیست و بیشتر هم حالت بریتیشی داره. حالا اگه توی حالت سمی فرمال بخواید این سوال رو بپرسید که نه خیلی رسمیه و نه خیلی هم عامیانه باشه میتونید بگید Do you have the time؟ یا Do you know the time؟ و برای حالت فرمال که رسمی و محترمانه تره میتونید بگید Could you please tell me the time؟ مثلا اگه بخواید بپرسید که جلسه چه ساعتیه What time is the meeting؟ یا اگه بخواید بپرسید فیلم چه ساعتی شروع میشه What time will the movie start؟ حالا اگه به جای what time از when استفاده کنین فرقی هم دارن. ما زمانی که what time داریم یک ساعت دقیق میخوایم، مثلا ساعت 10:15. ولی وقتی when استفاده میکنیم مثلا جلسه که when is the meeting، توی این حالت ممکنه بهتون جواب بدن after the dinner، بعد از شام. پس توی حالت what time یک ساعت دقیق به ما میدن، توی حالت when میتونه جواباش مختلفتر و کلی‌تر باشه. الان گفتیم چجوری ساعت رو بپرسین، توی پست بعدی میگم چجوری جواب بدین.